پرزیدنت‌های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان در پی مذاکرات روز 21 نوامبر سال 2023 صبح 22 نوامبر در جریان یک نواری غیر رسمی ادامه دادند. امامعلی رحمان روز 21 نوامبر با سفر رسمی 2 روزه وارد مسکو شد و خود همان روز با ولادیمیر پوتین مذاکرات انجام داد، از جمله در فرمت 1-1. صبح 22 نوامبر پوتین برای مهمانش نهاری غیر رسمی تشکیل کرد. هر دو پرزیدنت به نهاری بدون گالستوک آمدند. پیش از آن که سر میز بشینند، با پیشنهاد پوتین هر دو پیجاک‌های خود را نیز کشیدند و سپس سر میز نشستند. بنا به گزارش خدمات مطبوعات کرمل، نامگوی طعام یا منیوی نهاری پوتین و امامعلی رحمان از چند نوع سالاد، بریده های پنیر، میوه و سبزیجات، مسکه، آب و شربت های عبارت بود. قبلا سخنگوی پوتین دمیتری پسکوف به ژورنالیستان گفت پوتین و امامعلی رحمان را مناسبت های خیلی نزدیک دوستانه متحد میکنند و این دوستی شخصی بین آنها بر روابط دو کشور نیز تاثیر مثبت میگذارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مایه‌های ناروزگی بین مسکو و دوشنبه پیرامون یگان مسئله وجود دارد، گفت با چنین مناسبت‌های دوستانه بین آنها چگونه دعوای باز بودن میتواند. پوتین در جریان سفر امامعلی رحمان او را با اردن برای خدمت به وطن درجه 3 قدردانی کرد و امامعلی رحمان به نوبت خود از پوتین دعوت کرد که هر فرصت برایش مناسب از تاجیکستان بازدید کند، ولی در جریان سفر طرف‌ها یگان سازشنامه مهم امضا نکردند. پوتین و رحمان روز 23 نوامبر دیگر باره وا میخورند و این بار در شهر مینسک در نشست سران کشورهای عضو ODKB.